من خیلی وضعیت با غفور منم تو حلقه پیچ شده بودن. اینش به جواب داد ویش بود، ویش به جواب داد نش بود و با همش بیای رتبه های علمی دارن. خروشوف وقتی سری حکومت آمد اولین کاری کرد کادرهای ستالین از کار گرفت. اکنون وقتی که نوبت تاجیکستان برسید یگان نکته یگان ذره ایراد گرفته نمیشد کار غفوروف. اما من این یاوراش کردم مساعد کردم این گفته که دکتر علم های تاریخ بود است بیادیم به یگان کار اکادمی یافته میدیم ما گویا که افتخار کده اینو همونجا مگذرانیم. گفته همه خیل کرده غفوروف دیرکتور انستیتوت شهرشناسی دنگه با تگه این بیام یگان و نقشه و مرام نیکی نبود. این گمان کرد که خیلی چه یک دکتر فنهای تاریخ از تاجیکستان خفا مانده کوهستان این چی؟ همه خدا شما این صورت مخورن زنده به زنده اینو میخورن و جزوش میگرن ما پیش میکنیم. نه فکرشان لیکن ایشان تجربه کار کردن با مردم دارن و میدونن که با کجا آمده هستن. تا غفوروف آمدن 3 بار دیرکتوری نو کردن 3 بار 3 تا دیرکتور نو کردن. اینا خروشوف میدونست گفته 4 میشه سرش میرسن ما میگویم که بعد ما تو یادم کردن خواستیم مردم نمیخواد تو کی خدا شانه وای با 20 با یک ضد غفوروف پرووکاسیا تشکیل کردن اونه که تیرشان خورد. غفوروف وقتی سخنرانیشان رسید گفتن که آبراسک ادبی کرد گفتن که حاضر زمان ما با هواپیما حرکت میکنیم لیکن ادبیات و صنعت ما با عربه میرود. غفوروف هم که برونده گفتن شانه شال خوفه بکن که تو برو همه گپش به جواب ده. شال خوف شانه سخن گرفته گفت که دومن غفوروف شما آبرز آوازی دو لیکن اساس ندارد. از نظر من ادبیات گرید ما باید با هواپیما نه با عرابه رویم چون که هر یک جا ایستاده مردم که صحبت کرده حیات آموختن در کار اول هواپیما که پریده رویم چی میشود؟ ما از کجا مینویسیم مواد از کجا میگیریم؟ همین شکل خندیده جواب داد. لیکن سال غفوروف من با گفتگو بودم که بعد سیر اما دوام سیر با یه سانه وای با من با بسیار مردم وای فرستاد خطی که شما حق گفته سانه اینا بعضی همون مکتوبای لیتراتور میگذیده چاپ کنن. خیلی دیگه گفت همین که دشمن ها بسیار بود همون به بسیار کار اولی در این صورت میکردگی شما همه دوربین و میکروسکوپ کده نگاه میکرد و ارزیابی میکرد که کنی چی کار میکنه این شانه در خود انستیتوت و اکادمیک های سابق دیرکتور و مدیرای شعبه بسیار با غرض نگاه میکنن که دست به سطح جوان های جمع کرده و شاید اگر چی میکنن حمله میکنن. لیکن اینا از روز اول توجه مردم به خودشان چکرن. مثلا یکتا سیمونی یا گفته که دکتر فنهای تاریخ بود و همین مسئله دنیای سوم گفتن دوره خروشوف انسلا وارد شد علم با همه جا چی بود همون دنیای سوم مسئله های نظری رشد دنیای سوم گفته یک مناقرات نوشته بود و
همون بعض گفهای کهنه شدگی مارکسیزم به اشاره کرده گذشتگی روی راست نموگد این خطایا موگد که من خلاصه گفت همین به حمله کرده اینستاندن یه بیرون اول با سپارش کمیته مرکزی تشکیل کردن حمله به سیمانیه که مارکسیزم رویزه کرده است. سال غفور چیخ میزنن سکوا میگن که من بخیر اکتا کارمندتون من بخیر کارهای کرده شده و شما میدونید می و جزا داده کار اش خیلی جزا داده جزا میگه تا وای کردن از این شد راندن سال اینا با بالا رفتن کمیته مرکزی و میگن که این خیلی نکن این کار اکادمی این کار مؤسسه های پارتیوی دولتی نه اما هم کار دولت هم میکنیم اما نه تا ما میدان رسیگاه میکنیم موگن در آمدن سال موگن که چیکار کنیم موگن چیکار همین اختیار اینسان و پرتایید ما مکتوب نویسید که همه خیلی بروندگی همه وای کنتم محاکمه کنتم انا که موقع من تشکیل میکنم این تشکیل میکنم محاکمه یا و الله که همینه از چنگال کمیته مرکزی کشیده گرفتن موضوع خودش قهرمانه در این صورت خیلی نشده است که دیرکتور رفته یک چیز از جهت ایدئولوژی جنجالی با کردن خودش کرد این که آبرو جسارت و هاکذا سانه اهم عجیبتش انجام این محاکمه میکنن یعنی های خیسته حمله میکنن آدم های تیار کرده دیگر ها بالا تیار کرده حمله میکنن این کتاب خود سیمایی ها حمله میکنن وقت از گرجی سانه غفور به نوبت میرسن بسیار کسا موقع که پیش کرده شود از این بالا اشاره شده گیره پیش کرده شود سزاواری باینه این شده شخص یکی از مؤسسه های ایدئولوژی و سیاسی در اینجا کار کردن این و ممکنه همین بخیر الان همه چشمش پرزیدوم با که غفورف چی موقع اینا خیزان کارمند پارتیوی آبروی پارتیوی و کادر استالین نام برادگی این چی موقع کنه خودش خیلی حمایه میکنه و همه گپی دلانگیشا بودن نمیتونن یکی چیکار میکنن همین نگاه کنه خواهی میشن میگد که درست میگد این کتاب کمبودی بسیار دارد اینه ما میدانیم لیکن باید به نظر گیریم که مؤلفش هم میگن وای بخواد یگان گپش در اینجا به ستت به اقتباس به تعبیر نیست و هم تو گوید که من تو نه همه به موقع میو نکشم به معنی کشکدار ناخناکدار من که میو نکشم заставим еще раз посидеть над критическими замечаниями и доработать. Вот его наказание. Ой, обро, که من موقع این چیزا که هم حمایه کرده راندنش و رازه نه تحریرش و رازه اگه همین هم با خودش تعریف کردن دیگه در واقع هم وقتی که کتاب چاپ شد سال 72 حتما با دست اغوای دیگرهای و با دست اکادمیکای مشهور شوروی تقریص تشکیل کردن ژورنال وپراس ایستوری اکادمیسک ژورنال که بسیار مشهور و پرنفوذ اما دو تا اکادمیک امضا کرده یکتاش اکلاتنیکوف یکتاش پیاتروفسکی تشکیل کردن که سراپا زدگی نه که از نظر اکادمیک ملتچگی و
ملتگرایی و روی سیاه کردن که مثلا من باید همون تخصیص هم گفت که آیا همه مال میراث مردم آسیای میانه رو تاجیکان نویسیدن و دیگرها چه؟ حالا که غفور از سر تا آخر از موقع اینترنت سنری خود را تحقیق میکنن روی ملتچگی نه ملتگرایی نه روی ملی فرقش هست ملیت دیگر و ملتگرایی دیگر در حاضر ادبیات شخصشناسی و فلسفه ملت و ملیت و ملتگرایی به سه معنی میداد. خلاص که دون اکادمیکا خریدن خودش این برای اکادمیا کلمه تخیر که اکادمیکا خرید و فروخته شدی خرید و فروش باشد و کتاب و یا نوشتی مقاله خلاص که همه دو کس نوشت و پروس استوری و چاپ شد نبار شد سانه غفور و آدمشان خبر دادگی که من خیلی خبر دارید من مجله چاپ شد از تخریج دو اکادمیک جدا شما ایراد گرفتگی حد ملتچی ملتگرا رساندگی همینه پیشتر گرفتن در جاگنده با دو اکادمیک مشهور یکتاش دیرکتور ارمیتاژ پیتروفسکی اول با غفور وای داشت با قول گپ‌های مشهور دندان داشت برای اینکه وای میبایست اکادمیک شود غفور فکرزانه اما به علم کرگی و جهالت به نزدیک کرن نوشتگی سانه اینا دیگر آکده مساعد کرگی اون که کمیته مرکزینده اینا گفته که ما حل کنه نمیتونیم اینو مدیر شعبه علم و پروپاگاندا و اگیتاسیا که گپ زدگی همه خیلی بود است اینا چیکار کنیم اینا گفته که موضوع همه نمیرسه و دو آدم شو مشهور و هم آدم دارد پسش میرم برای گفته که هیچ کار کرد نمیشن یگانه علاج شما سوس رو با مراجعت میکنید و کاتب سکه و به ایدالوگی بود در پلیت بیرو هم ابروی کلان داشت و آدم استالین بود الکن این غفورov یکتا تمغه وای داشتن دوره پساخروشاوی یا زمان پساخروشاوی که اینا قدر استالین بودن اینا یا تعیین کرده استالین سانه پیش سوزنو رفتن غفورov و چکره این لیتوینسکه نویسسکه و پیش سوزنو رفتن ما هر دمش تایری دیدیم من تخریجم بنویسم که 20 سال 25 سال کار پرتیوی کرگی از وایم تو ناز میدونیم پسرها که کارمندان پرتیوی که تو غفور به یاد دادی چی گوید خلاص که غفور رفتم گفته که совершенно неверная трактовка книги, совершенно неверная трактовка моей партийной позиции и совершенно неверная трактовка научной смысла и значения этой книги. Вояж был в ДК сослал. Ну, вы считаете, что это самое, как рецензия клеветническая, клеветническая. Я говорю в ДК, ну, где-то все-таки так. Трубка, говорит, так, телефон, говорит, чтобы в секторе матбугат, комитета марказова, немедленно созвоните с редакцией, пусть снимают рецензию. А такая съемка шураги. А съемка, अगर गिरा तो ये जोशा материали हमगुनो वक्त पुरकराना को कोरी بسیار سنگین
اون گفته که خب شده که نمیزنه گفته که سوسو فرمود گرفته پریشونه من به دودان کافه گرفته که حقیقتا و ایشان من وقتی که لیتوینسکی و جواب نویسم همون به هم جواب نویسم خلاص که این در کتاب در همه ایام نازک که هر گپ و هر کار و ملتگرایی تمغه چسبانده نه فقط از کار پیش کردن بلکه جنایت دیالوی جنایتی چاپ کردن همین با افراد و قهرمانشون که با وجود همه دانستم که همین تحتیل بود همین کار کردن